صلی الله علیه و در حدیثی میفرمایند روز قیامت بر سر در بهشت 8 در داره، بر سردر هر دری نوشته من بر 3 نفر حرامم. اون 3 نفر کیان؟ یک دائم الخمر، کسی که 24 ساعت داره خمر می نوشه، این بهشت برش حرامه. 2 کسی که به پدر و مادرش بی احترامی میکنه که مرا آدم میلرزه. مادری میرفتم پیشش، مسن 70-80 سالشه، رفتم پلوش، تا رفتم پلوش گریه کرد. گفتم چی کار داری مادرم، سفارش کردی؟ گفت که پسرم به من میگه کی سقط میشی، میمیری، خفه میشی، ای پیرزن تا از دست راحت بشم. مادری بوده که زن پسرش به پسرش گفته یا من تو این خونه یا مادرت. مرده هم به زنش گفت مادرم بره بیرون تو باشی. پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند، علما میفرمایند دعای پدر و مادر در حق اولاد مثل دعای پیغمبر در حق امتشه. بترس از دعای مادر و نفرین مادر. چند بار به مادرت گفته ای پیرزن؟ دختره حالا دیپلم گرفته، دانشگاه داره میره، پاش رو پا انداخته، مثل یک نوکر کنیز به مادرش میگه خوراک درست کن، خوراک بیار، لباسم اتو بکن، لباسم بشور، من دانشگاه دارم میرم. یکی از علامات قیامت ان تلد الامة ربتها، این که بیبی کنیز بیاد بیبیشو به دنیا بیاره. سوال کردن تعجب کنیز چطوری بیبی به دنیا میاره؟ گفت در آخر زمان دختری که باید اطاعت و احترام مادرش بکنه برعکس میشه، مادر باید اطاعت دخترش بکنه. حالا شده داره میبینی روی سردر بهشت نوشته من بر 3 نفر حرامم. 1 دائم الخمر، 2 کسی که به پدر و مادرش بی احترامی بکنه، 3 دیوس. اون 2 تا فهمیدن، صحابه سوال کردن دائم الخمر میشناسیم، حقوق والدین هم میشناسیم، میدونیم چیه؟ دیوس چه کسیه؟ گفت دیوس کسی که نسبت به ناموسش بی تفاوته. یه روزی در آخر زمان دیاست و دیوسی و بیغیرتی به مردان امت من سرایت میکنه. اینها بدونن که بوی بهشت نمیشنون و رو سردر بهشت نوشته دیوس بر من حرام، برده من نمیشنی. کسی که راضی بشه زنش آرایش بکنه، 7 قلم سرخ و سفید، 7 راد کلون، لباس نازک، کفشش پاشنه کفشش 1 متر، کرب کرب تو این خیابون، بوی آد کلونش از کجا داره میاد؟ آقا هم عین خیالش نیست، جرأت هم نمی کنه، زنش از جلو چشمش رد میشه، جرأت نمی کنه که زن کجا میری. ای باب بیدار.